یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر این لحظات عمر اینجا قرار گرفتیم و قراره که بنشینیم پای فرمایشات قرآن کریم و مفسران قرآن حضرت ختمی مرتبت و خاندان مطهر و پاکشون. خدا رو شکر که قراره این ساعت و این دقایق رو در ارتباط با صاحب سفره و ولی نعمتمون، کسی که به واسطه او ارض و سما روزی میخورند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، صحبت کنیم. افتخار دارم خدمت شما باشم و شاکرم خدای متعال رو که باز هم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حیدری کاشانی عزیز هستم. حاجی سلام علیکم و رحمت الله. سلام و درود خداوند رحمان نثار شما و نثار همه عزیزان مجاهدان رسانه‌ایمون، تمام بینندگان و مخاطبان و همراهان عزیزمون، محبان امام زمان در اختانقات عالم. امیدوارم که مجلس و محفل ما مصداق ذکر الله و ذکر بقیت الله باشه ان شاء الله تعالی. انوار قدسی امام زمان ان شاء الله شامل حالمون باشه. دست طبابتشون، هدایتشون، تربیتشون بر قلب‌ها و دل‌های ما، بر زندگی ما ان شاء الله مستدام باشه و ما در شمار عارفان به حق امام زمان و آتشناکان زیارت امام زمان و ظهور امام زمان و دولت کریمه مهدویشون باشیم ان شاء الله تعالی. الهی آمین ان شاء الله. ما قراری داریم با بیننده‌های خوبمون حاجی حیدری عزیز. اولا این رو عرض کنم، ما هر هفته که محضر حاجا میرسیم این بزرگیشون و این قبول زحمتشون هست که از شهر امام رضا علیه السلام تشریف میارن. این خودش برکت ویژه‌ای است برای برنامه ما و افتخار میکنیم. در گذشته هم این سابقه بود. آقای راشد یزدی عزیز در فصل ابتدایی سال 92 و 93 یاد خدا می آمدن و خدمتشون بودیم. حالا هم افتخار داریم خدمت شما هستیم که مجاور و خادم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هستید. این خودش کلی برکت و خیر داره. جناب استاد راشد یزدیات یعنی اتفاقا پریروز پشت سر ایشون نماز صبح رو اقامه کردیم و حدیثی که 5 دقیقه پیش از نماز صبح میخونن در رواق امامو ان شاء الله که میگیم خطاب به امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، میگیم السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. سلام بر تو ای نور خدا در این ظلمت ها و تاریکی های زمین. ان شاء الله که مجلس و محفل ما و این برنامه یاد خدا جلوه‌ای از انوار آسمانی و عرفانی امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو داشته باشه و به قلوب تمام همراهان و بینندگانمون این نور منتقل بشه ان شاء الله. ان شاء الله. الحمدلله. ما خدمت حاجا که میرسیم همین که چهره آقای حیدری کاشانی رو میبینیم متوجه میشیم قرار هست راجع به موضوع مهدویت و موضوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و سبک زندگی مهدوی ان شاء الله بیشتر صحبت کنیم. چه کار کنیم که مرضی رضای امام زمان باشیم و بشناسیم فضا رو، بشناسیم انتظار رو و بشناسیم وظایف منتظر رو ان شاء الله. از سوره والعصر برامون فرمودن نکات بسیار ارزشمندی. خلاصه ای از اون جلسه رو طبق عهدمون با شما آماده کردن تقدیم حضورتون میکنیم. برمیگردیم خدمت شریفشون خواهیم بود. اما با این معادله کلی ما داریم سوره ها و آیاتی که به طور ویژه مرتبط با ساحت ولایت و امامته و داریم آیات و سوره هایی که به طور خیلی ویژه تر متعلق به امام عصر ارواحنا فدا، متعلق به حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یکی از این سوره ها سوره عصر. با این کنیه حضرت و نام حضرت هممون آشنا هستیم، میگیم امام عصر، حضرت ولی عصر. این عصر
ریشه قرآنی سوره عصره. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر. چرا برای این عصر 10 تا معنا گفته شده. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در صحیفه نور جلد 7 صفحه 225 آمده این جمله می‌فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر انسان کامل است، امام زمان علیه السلام است، یعنی اساره همه موجودات. قسم به اساره همه موجودات یعنی قسم به انسان کامل. در یک بیان دیگری می‌فرمایند عصر محتمل است که در این زمان حضرت مهدی ارواح نافدا باشد یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش رسول اکرم و ائمه خدا علیهم السلام و در عصر ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 3720 مثل همیشه برنامه‌های حاج آقای حیدری رو که تماشا می‌فرمایید بزرگواری کنید، نظرتون، نکتتون و خواسته در روزهایی که خدمت ایشون هستیم دلنوشته شما و اشعار شما، نکات شما، مطالبی که در ارتباط با انتظار به نظرتون میرسه میتونه کمک کنه به ما در همین برنامه. حتما دریغ نفرمایید، لطف کنید بر ما ارسال بفرمایید. محضر استاد عزیزمون هستیم. از سوره عصر فرمودید، به ذهنم رسید خواهش کنم اگر صلاح میدونید حسن مطلع برنامه‌مون امروز ما از شما از این امور سبک زندگی زیاد یادگاری داریم، نکات خیلی خوبی تو فصل‌های قبل برنامه هم یاد گرفتیم. از فضیلت خوندن این سوره و محشور بودن با سوره عصر هم یکم برامون اگر صلاح میدونید بفرمایید. بسیار عالی. در رابطه با اتفاقا فضیلت سوره عصر داره که آنقدر پیامبر در رابطه با فضائل سوره عصر تأکید کرده بودند که صحابه خاص حضرت مثل سلمان‌ها، مقدادها، ابوذرها، عمارها، اینها وقتی به هم می‌رسیدن در تاریخ ثبت شده که تا سوره عصر رو نمی‌خوندن و مورد دقت معنایی قرار نمیدادن از هم جدا نمی‌شدن. یعنی در هر ملاقات این سوره عصر رو بخونیم که به فضیلتش برسیم. که حالا به همین ابوذر پیامبر می‌فرماید که ساعتن مذاکرة العلم ساعتن، مذاکره علمی، علم خدایی، علم ربانی، علم الهی، که امیدوارم این مجالس یاد خدا مصداق مذاکرة العلم باشه انشاءالله. که ابوذر فرمودن، ابوذر گفت که گاهی ما داریم مذاکره میکنیم در رابطه با سوره های قرآنی و پیام آیات و عرفان و تفسیر آیات، یا مرتبه میان میگن که آقا یه جنازه مؤمنی رو دارن تشییع میکنن، ما بریم برای تشییع جنازه اون مؤمن فضیلتش بیشتره یا در همین جلسه علمی بمونیم. حضرت فرمودن که 1 ساعت مذاکره علمی که این بشارت برای همه بینندگان و مخاطبین و همراهان عزیزمونه که میدونم خیلی هاشون قلم و کاغذ دست میگیرن مینویسن، مثل این که مثلا پای دانشگاه اهل بیت زانو زدن. علم الهی 1 ساعت مذاکره علمی، گفتگوی علمی، یادگیری، تعلیم و تعلم، فضیلتش از فضیلت تشییع جنازه 1000 شهید بالاتره. ابوذر فرمودن. در جای دیگه فرمودن از فضیلت 12000 ختم قرآن بالاتره که انسان بشینه مذاکره علمی داشته باشه، گفتگو داشته باشه، پیام و روح عرفانی آیات الهی رو. این 12000 ختم قرآن داشته فقط قرائت. 1 ساعت بشه مذاکره علمی باشه، تفسیر قرآن باشه، از 12000 ختم قرآن بالاتر. و از اینجور احادیث حدیث بسیار سترگی داریم که حالا به وقتش انشاءالله بهش میرسیم. ما آیات و سوره های قرآنی رو از منظرهای مختلف باید بشیم. یکیش همین فضیلت سوره است. در رابطه با فضیلت سوره عصر روایاتی وارد شده، مثلا میفرماید که کسی که تلاوت کند سوره عصر رو ختم له به خیر، عاقبت به خیر میشه. ببینید یکی از شگفت‌انگیزترین و پیچیده‌ترین صحنه‌های زندگی انسان اون عاقبتشه. با چه پرونده‌ای، با چه عنوانی، نمره قبولی گرفته در بندگی خدا و داره میره یا نه، دوزخیه یا بهشتیه.
ختم به خیر یعنی این دیگه بار بهشتش و درجات بهشتیش بسته شد، از آتش قهر الهی نجات پیدا کرد. ختم له به خیر. در روایت دیگه ختم له به صبر، یعنی خدا بهش یک صبر و استقامتی در بندگی خدا میده، این صبوری بر بندگی خدا عاقبت به خیرش میکنه. در همون روایت داره که و کان من اصحاب الحق یوم القیامه، کسی که تلاوت کنه سوره عصر رو در شمار یاران حق محشور میشه. اصحاب الحق، اصحاب الحق کیانن؟ در روز قیامت در شمار یاران حق، اصحاب الحق. اون روایت مشهوری که علی مع الحق و الحق مع علی، حق همراه امامت و ولایت، امامت و ولایت همراه، یعنی در شمار اصحاب ولایت و امامت مشهور میشه. و در شمار اصحاب ولایت و امامت، در شمار اصحاب امام زمان مهدی یاوران جهان محشور میشه در روز قیامت. و چی بالاتر از این؟ چه عاقبت به خیری بالاتر از این؟ آرزوی تمام بزرگترین پیامبران اولوالعزم الهی بوده. اصلا فثبتت العظیمة لهؤلاء الخمسة فی المهدی، ثابت شد اولوالعزمی برای پیامبران اولوالعزم، چون خداوند عزم و اراده و جدیت در یاری آخرین حجت خودش، اسارت الانبیا و خلاصت الاوصیا، در یاری امام زمان در اونها دید، اینها شدن اولوالعزم. اولوالعزم یعنی صاحبان عزم و اراده و جدیت در برپایی دولت کریمه مهدوی، در یاری و یاوری امام زمان. میگه این در شمار اصحاب المهدی، اصحاب الحق یعنی اصحاب المهدی، در شمار اصحاب المهدی 8 و 8 داره در روز قیامت. بعد حالا بعضی روایات توصیف کردن، امام صادق علیه السلام میفرماید من قرأ والعصر فی نوافله، کسی در نمازهای مستحبیش سوره عصر رو بخونه. و اصح الله یوم القیامه مشرقا وجهه، خداوند در حالی او رو از قبر برمیانگیزه در روز قیامت با چهره درخشان و تابناک، در حالی که اکثریت چهره ها گرفته است، نگران حساب و کتاب اعمالشون هستن، این شخصی که در نمازهای مستحبیش سوره والعصر رو مداومت داشته، برمیخیزه خداوند با چهره درخشان و تابناک، ضاحکا سنه لبی خندان قریرا عینه، دیده روشن و پر از آرامش، حتی یدخل الجنه، اون عاقبت به خیریه او رو میبره با یک چهره درخشان و بشارت‌های الهی و لبخند روی لب. این 50,000 سال روز قیامت رو با بشارت، با بهجت، با سرور، با لبخند طی میکنه تا وارد بهشت میشه. و یکی از جلوه هایی که میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، قسم به دهر، قسم به روزگاران، قسم به فشارهای روزگار، قسم به اسارهای عالم هستی، قسم به انبیاء الهی، قسم به انسانهای کامل، قسم به اساره عالم هستی، وجود امام زمان، که انسان در خسارته، یکی از خسارتاش نسبت به همین سرمایه‌ای که در دست داره، سرمایه قرآن کلام الله، و باهاش میتونه ابدیت، آخرت، بی نهایت درجات بهشتی خودش رو ببنده، بار رو به بالاترین درجات بهشتی برسه و در خسارت کامل، در ضرر کامل، زیان کامل و خسارت کامل قرار میگیره به خاطر کوتاهی که میکنه، غفلتی که ایجاد میکنه. و شیطان تمام هم و غمش رو میذاره که رابطه ما رو با قرآن و حقیقت قرآن و تمامیت قرآن که وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا هست قطع بکنه، و این خسارت اصلیه. خدا حفظتون کنه، خدا حفظتون کنه. استفاده میکنیم سوره عصر رو باهاش مشهور بشیم. همه این تشویق هایی که میکنن در روایات راجع به تلاوت سوره عصر و مشهور بودن باهاش و خواندنش در نمازها و خلاصه به یک نوعی ارتباط پیدا کردن باهاش به جهت همین تفسیری است که فرمودن در جلسه گذشته و بارها راجبش صحبت کردیم. امروز میخوام خواهش کنم در ادامه هم اگر فرصت شد امروز بعد از فضیلت سوره عصر از ادامه تفسیر هفته قبل هم بهره مند بشیم انشاءالله. شاید بهترین توقعی که شما بیننده عزیزمون از ما داشته باشید این هست که الان یک سوره عصر همه با هم بخونیم. از تهیه کننده محترمونم خواهش میکنم آماده کنن، پخش کنیم خدمت شما، با هم بخوانیم و ثوابش رو هدیه کنیم به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم.
ممنونم که با ما همراه هستید و ممنونم از انتخاب شما سروران عزیز و ارجمند. آقا درست گفتم من این نکات پایانی که عرض کردم که معنای این توصیه به تلاوت عصر معنای تفسیری اون مورد نظر هست و عجین شدن؟ اگر اشتباه عرض کردم اصلاح بفرمایید. اتفاقا یکی از اصلی ترین معادلات ارتباط با قرآن اینه که این ارتباط فقط در قرائت ظواهر قرآن نمونه، قرائت ظاهری نباشه. آنچه که در فضیلت سوره ها بیان میکنن، آثار و اسرار، خیرات و برکات، مثل همین سوره است که فرمود ختم له بخیر، عاقبت به خیرت میکنه، بهشتیت میکنه، اون هم با بشارت های الهی، با بهجت و سروری که خداوند به قلبت وارد میکنه. بعد در شمار یاران حق، اصحاب حق، در شمار اصحاب المهدی محشورت میکنه. اینها آیا فقط با این قرائت ظاهری و بدون توجه به معنا؟ نه. معادله رو بارها گفتیم، در روایات میفرماید این فضیلت ها، فضیلت و قرائت ها یک، تلاوت ها و القیام بها. قرائت همین خواندن ظاهریه، تلاوت دقت در معناست که خداوند رحمان فرستنده این نامه برای سعادت انسان چه پیام هایی رو ارائه کرده به انسان، چه راهی رو بهش نشون داده، چگونه راه رو از شاه بهش نشون، چه راهی رو باید بری، چه راهی رو نباید بری. و بعد والقیام بها، و قیام عملی، عمل به آیه. پس فضیلت هر سوره ناظره به هم قرائت، هم تلاوت، هم قیام بها. یعنی چی؟ یعنی تبعیت، اطاعت. یه پیام هایی داره اون سوره. اگر اینجا میگه قسم به اساره عالم هستی که وجود امام زمان باشه، انسان قطعا و قطعا، حتما و حتما در قطع ارتباط با او، در ضعف ارتباط با او، در دوری از اصل ظهور او، در خسارت کامله که اصل سرمایش داره از هر جهت ذوب میشه. این داره پیامش اینه که ارتباط رو برقرار کن، از این خسارت بیرون بیا. چه کسانی از این خسارت بیرون میان؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که هر لحظه‌ای که از عمرشون میگذره ایمانشون بیشتر میشه، عمل صالحشون بیشتر میشه، و یعنی این لحظه در خسارته. با ایمان و عمل صالح به طلایه دار ایمان و عمل صالح که وجود مقدس امام زمان نزدیک میشن و تواصوا بالحق، توصیه به حق دارن، و تواصوا بالصبر، توصیه به صبر دارن. که حالا خود همین الا الذین آمنوا رو فرمودن این مؤمن چه کسیه؟ ایمان میاره به خدا، ایمان میاره به پیامبران خدا، ایمان میاره به امامان، توحید، نبوت، امامت. و شاخصه اصلی فرمودن الذین آمنوا به ولایتهم، کسانی، تمام نوع انسان در خسارته که ارتباطشو با انسانهای کامل، پیامبران و امامان و امام زمان برقرار نکرده. چه کسانی از این خسارت در امانن؟ میگه کسانی که ایمان آوردن به ولایتشون. ولایت یعنی اطاعت، یعنی تبعیت، یعنی متن آیه هم داره همینو میرسونه. بعد در همون فضیلت سوره هم وقتی میگیم فضیلت تلاوتشه، خود قرآن، تالیان حقیقی قرآن، تلاوت کنندگان واقعی قرآن کیانن؟ الذین یتلونه حق تلاوته، کسانی که تلاوت میکنن، حق تلاوت رو به جا میارن. پرسیدن یعنی چی؟ پیامبر فرمود الذین یتبعونه حق اتباعه، کسانی که تبعیت میکنن از پیامهای الهی در قرآن و حق این تبعیت رو و پیروی رو و اطاعت رو به جا میارن. پس فضیلت هر سوره ناظر به قرائت، تلاوت و تبعیت. در حقیقت فضیلت هر سوره بگیم ناظر به هم عرفان سوره، هم شکران سوره. عرفانش که بفهمی عصر وجود مقدس امام زمانه، اگر از او دور باشی در خسارتی. چگونه از خسارت بیرون میاد؟ الا الذین آمنوا، به امامتش و ولایتش ایمان بیاری، اهل عمل صالح باشی، اهل توصیه به حق باشی، که این حق رو هم فرمودن
کسانی که یکدیگر رو به امامت و ولایت، به پذیرش اطاعت ولی امر و امام زمان توصیه میکنن، اینها تواصوا بالحق. تواصوا بالصبر کسانی که به صبوری توصیه میکنن همدیگر رو در غیبت امام زمان ارباب. اینا همه روایت و حدیث ها که ناظر به تعویل آیاته، یعنی از ظاهر عبور میکنه به باطن آیات. امام معصوم رمزگشایی میکنه، فراتر از ظاهر رو به ما نشون میده. پس فضیلت هر سوره ناظر به عرفان و شکرانشه، هم پیام ها رو بشناسی، هم حق شکرانش رو ادا بکنی. در حقیقت فضیلت هر سوره ناظر به اطاعت و تبعیت از پیام های اون سوره و اینکه ما یه معیت و همراهی شبانه روزی با پیام های این آیه و این سوره داشته باشیم. یه اشاره بکنم به همین روایت و حدیثی که در حقیقت ما رو میبره به باطن آیه. فرمود که پیامبر فرمودن که الا الذین آمنو، الذین آمنو به ولایته، کسانی که به ولایت امامان معصوم ایمان میارن، و عمل الصالحات به مواسات اخوانهم. عمل الصالحات سرآمد عمل صالح، برترین مصداق عمل صالح همون همدلی مؤمنانه است بین برادران و خواهران دینی که تو سختی ها و فشارها همدیگر رو تنها نگذارن. مواسات همدلی، همیاری مؤمنانه نسبت برادران خواهران. تواصوا بالحق یعنی تواصوا بالولایه، همدیگر رو به ولایت و امامت و پیروی از خط ولایت و امامت، از زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، حتی در سازوکار سیاست و حکومت به خط ولایت و امامت توصیه میکنن ولا غیر. و تواصوا بالصبر فی غیبت امامهم، همدیگر رو به صبوری و استقامت در غیبت امامشون توصیه میکنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. فکر کنم ما 2-3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه اگر اشتباه نکنم. شاید این فصلی که امروز باز شد پیش روی ما خیلی لازم بود بهش بپردازیم، چون ما جلسه گذشته با شما راجع به سوره عصر و دعایه ابتداییش صحبت کردیم. این تشنگی در بیننده‌های خوبمون در خدا حقیر هم ایجاد شد که این همه مثلا توصیه میشه و باید بشناسیم معنای این خسران رو. شما راجع به این خسر، ضرر و خسارت، تفاوت‌هاش و اینکه در چه وضعیتی انسان قرار داره اگر به خودش نیاد و اگر حرکت نکنه برامون صحبت فرمودید. این جلسه ابتدای جلسه از حضور محترمشون تقاضا کردم و خواهش کردم که یه قدری راجع به جایگاه سوره عصر هم برامون بفرمایند که نکات خیلی ناب و شیرینی رو فرمودن. فکر کنم از امروز که بیننده‌های خوبمون از پای برنامه بلندشن در نمازهاشون، در نافله هاشون سوره عصر جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. اینها همه یادآوری است، شاید در گذشته هم کسی شنیده باشه، اما این تلنگر و این بیداری که داده میشه خیلی میتونه راهگشا باشه و کمکمون کنه. این 2-3 دقیقه پایانی ما در خدمت شما هستیم. حسن ختام کلام هست ان شاء الله. هرچند که در رابطه با سوره عصر 30 جلسه هم صحبت بشه باز کمه، اما می‌خوایم که ان شاء الله از معارف دیگر قرآنی هم در جلسات دیگه استفاده کنیم. یه گریزی به شأن نزول در حقیقت سوره عصر بزنیم که پیامبر مکرم اسلام در حدیث متواتر قدیر اونجا وقتی که فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام رو، امام العارفین، امام المخلصین، مولانا علی بن ابی طالب رو خواستن بیان بفرمایند، یکیشون اینه که فی علی والله نزلت سورة العصر. فی علی جار و مجرور رو مقدم کرده، انحصار رو میرسونه، یعنی فقط و فقط سوره عصر در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شد. فی علی والله، به خدا قسم، نزلت سوره العصر. بعد سوال میشه که این وارد شدن سوره عصر در شأن امام علی به چه معناست؟ در یک روایتی میفرماید الا الذین آمنو، سرآمد اهل ایمان، و عمل الصالحات، سرآمد عمل انجام عمل صالح، و تواصوا بالحق، طلایه‌دار حق و حقیقت، محور حق و حقیقت، و تواصوا بالصبر، اسوه و تجسم عینی صبر و استقامت در راه خدا، وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب. و این بشارت رو به شیعیان و محبان و پیروان
امیرالمؤمنین بدیم که در حدیث نبوی دیگری فرمودن قول الله عز وجل الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هم علی و شیعته. برترین مصادیق اینها کسانی هستند که ایمان میارن، عمل صالح میکنن، تواصل به حق و صبر دارن. علی ابن ابی طالب و شیعیان و پیروان حقیقی او، اینها مصداق سوره عصر هستند. خروج از خسران اینها فقط در میان جمع تمام انسانها در طول تاریخ بشری، اینها که خط پیامبران، خط امامان، با شاخصه ولایت و اطاعت از امیرالمؤمنین و امامان معصوم، از ولایت علوی تا ولایت مهدوی که اسارت الانبیاء و خلاصت الاوصیا، این خط رو طی میکنن. اینها از اون خسارت بیرون میان و خداوند به برکت نور ولایت و امامت تمام خسارت ها و ضرر ها و قصور ها و تقصیر هاشون رو جبران میکنه و بارشون رو در نوران علی نور ولایت و امامت در بالاترین درجات بهشتی میبنده. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خدا رو به وجاهت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف قسم میگیم و حسن عاقبت طلب میکنیم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. خیلی متشکرم.